دوستان عزیز سلام علیکم. ما به خانه یکی از شهدا به ناحیه وسیع اومدیم و با پدر گرامی عرض تسلیت بیان میکنیم. پدر جان، ما هم امروز تمام تاجیکستان ماتم دارد، تمام تاجیکستان امروز غم دارد. بله پدر جان، از نام هیئت اجاری روزنامه ختلان به شما و پیوندان شما صبر جمیل میخواهیم. پدر جان، فرزندتان در بورشان یا مثلا دو سخن و دیگر شیر بچه هایی که این حال در خط مرز هستند چه گفتنی داریم پدر جان؟ برای پدر مادر میوه زندگیش فرزند میباشد. فرزند ما نصیبش به دست. ما یک شکری خدا میکنم که فرزند ما بعد در محافظت وطن جونش قربان کرده است. در مرزی برای حفظ مرزی وطنی خودش قربان شده است. امروز در خانه مردمی تاجیکستان ما سراسر در اکثریت خانه ماتم است. فرزندای عزیزشون از دنیا گذشتند. نکی شکر خدا که همه اینها برای محافظت وطن، برای حفظ وطن خودشون قربان شدند. شاعر گفته است که همه سر تن به کشتن دهیم به از آن که می هم به دشمن دهیم. مردم قدیم تاجیک، خدا رحمتی پدر ما میگو که بچم همه چیز را از خدا میبینم. مرد از خدا میبینم، نامرد از آدم میبینم. خدا جمع مردا را در پناه معبود خودش نگاه دارد. خدای خداوندا در خارشون در موشون خار نغلطد. پروردگار رو همشون ساق سلامت و نزد پدر مادراشون بگردن. امروز روزی ناموس شده است. اما مردمی که به ما یک عمر هم مرز بود امروز به ما دشمن شده است. میشنویم از مطبوعات که چند باره که میروند گفت و شنید میکنن، صلح میکنن با همون مردم مغول صورت مغول طبیعت همونو با عهدشکنی کرده به مرز وطن ما هجوم میکنن. فرزندای عزیز، وطن امروز محتاج شما است. شما ناموس مردیگری از دست ندید. لازم شود همه ما برای محافظت وطن خودمون تیاریم که برخیزیم و دشمنای وطنمون رو نیست کنیم. خدا نگهبانتان باشد. سلامت باشین. سلامت باشین پدر جان.